سلام بچه، چطوری؟ آریان راد هستم و خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم که بریم تو دیوار و خودتون با مردم تاکسیک داخل دیوار آشنایت دارید و میدونید که چه بدبختیه. اومدیم بنویسیم همستر. همستر همون بازی معروف همستر که تمام ایرانی ها رو داره پولدار میکنه و اومده میبینیم چیا پیدا میشه. همین اول من دارم میبینم، میبینید آگهی همستر رو، هر چی میری بالا همش همستره. دهن سرویسه. میبینید همش همستره و من نمیدونم چرا باید انگوش کردن همستر رو شما پول بده. بریم واسه اولین آگهی. همستر به به، همستر زنگ خطره قبل. خب قیمت چقدر؟ 5 میلیون مقطوع، نوع کالا کارت حافظه و فلش مموری، وضعیت در حد 9، توضیحات 44 میلیون پروفیت، 3500 فروش فوری. توجه قیمت کالا مقطوع است و تخفیف ندارد. فکر کنم کارمون به جای رسیده به خاطر همستر میخوایم تخفیف بگیریم. جالبه، عجیبه هست. اینش عجیبه که مایل به معاوضه نیستم. نوع کالا چرا باید نوع کالا کارت حافظه و فلش مموری باشه؟ نمیدونم. همستر بعدی که این فکر کنم خیلی چرت و پرت باشه. همستر مایل به معاوضه نیستم، قیمت 50 میلیون. بذار همستر قیمت چی بده انقدر قیمت بده واسش. توضیحات فروش اکانت همستر، پروفیت 911,000 سکه رو به بالای افزایش هستن، افزایش بیشتر. این چرا چیز نداره؟ نه نداره. به به، لوازم جانبی موبایل و تبلت کاملا منطقیه. 46 میلیون تا 911 تا پروفیت. به به، اصلا ایرانی ها توی من اصلا گیج شدم. این چه آشغالاییه بابا، به خودتون رحم کنید. اصلا ایرانی ها من نمیدونم چرا میگم ایرانی ها، چرا این دیوار یه ربات مثل آدم نداره که بیاد حداقل 2 تا چیز جدا کنه. فروش اکانت، قیمت 11. اصلا من نمیتونم اینو بخونم، ده کم هم هست. و نوع کالا سایر، وضعیت 9. اصلا نه پروفیتی نه هیچی گفته. 151 میلیون پروفیتش هم 707 است. بعد اصلا چی هن اینو؟ واقعا چرا باید یه آدم باید همچی کاری انجام بده؟ بذار اول قیمت لیست بشه. عجیبه. همستر پروفیت 1 میلیون. مثلا راست میگه، پروفیتش 1 میلیونه. مایل به معاوضه هستم، معاوضه میکنه پشمام. قیمت 335 میلیون، روزی 30 میلیون سکه میده تقریبا. بابا بیخیال، دهن سرویس. درک نمی کنم. بعدی هم همستر زده دقایق پیشتر تهران، قیمت 7 میلیون و 500. وضعیت در حد 9 عالیه، 10 نقطه. پروفیت اینا هم نزده. این 7 میلیون اصلا لیستم نشه ایرانی ها دارن لیستش میکنن خودشون. بعدی همستر 700 پروفیت از شما تعداد 6 عدد. این دیگه اصلا چرت و پرت نوشته. 949 494 949 تومان. نوع کالا سایر، وضعیت 9، پروفیت 700 تا. دهنت سرویس.
درک نمیکنم واقعا. بعدی همستر گذاشته. سبحان الله. چی؟ همستر 1 رو پیش در تهران نواب. آخه تو دلت میاد این بدبخت رو انگوش کنی بهت پول بده؟ این فردا پس فردا میاد تو رو انگوش میکنه. عجیبه. قیمت 50 تومن. آخر این ویدیو هم بمونید، میخوام به یه دونشون اگر بشه زنگ بزنم واقعا ببینم واقعا میفروشن اینقدر ابلهه. بعد کسی هست اینا رو بخره واقعا؟ درک نمیکنم. مایل چین همستر فروش و معاوضه 29 میلیون 45 شد. من مایل به معاوضه هستم، قیمت 11 میلیون. وضعیت کار کرده. همستر خیلی برای زحمت کشیدم. 29 میلیون هست که فرداش میشه 30 میلیون. خیلی اکانت خوبه، به شرط میدم معاوضه فقط و فقط با گوش، چون میخوام گوش بگیرم. معاوضه فقط و فقط با گوشی، چون میخوام گوشی بگیرم. میفروشم برای خرید داخل چت پیام بدید تا شماره بفرستم، نقدی هم میفروشم. ممنون از دیوار. همستر رو با گوشی معاوضه میکنید؟ من درک میکنم. همستر رو با گوشی معاوضه میکنید؟ قشنگ معلومه یارو انقدر زده رو گوشیش نابود شده کلا، تاچش رفته میخواد گوشی دیگه بخره. خیلی برای زحمت کشیدم. 30 میلیون. من اگه بخوام اتو کلیکر بزنم روش 24 ساعت بذارم میشه همینجوری بمونه واسه خودش، میشه 30 میلیون. با گوشی با آیفون تو کار میخواد. این کم با آیفون معاوضه میکنه. همستر فروشی مایل به معاوضه نیستم. 58 میلیون. پروفیتش 1 میلیون، سکش 150 میلیون. وضعیت نو. درک نمیکنم. فقط من درک نمیکنم، شما میرید میخرید واقعا ازش. البته که نمیدونم. بعدی نوشته فروش همستر گرند مستر. مگه کالاف گرند مستر؟ مال معاوضه نیستم. قیمت 6 میلیون. این خوب بود. این اصلا منطقی ترین حالت ممکنه چون کنم این باشه. چت فقط با خریدار یا علی. سکه 90م. پروفیتم 700k. زیر قیمت های اعلامی بازار. اکانت و شماره هم داده میشه. خوبه. یه دوتام شماره دختر توش باشه کار در اومده. همین فردا با خودم میرم میگیرم. بعد نوشته یا علی آخرش. قیمتی کالا مقطوع است و تخفیف ندارد. فکر کن کارمون به یه جا برسه بخوایم بریم به خاطر همستر تخفیف بگیریم. نیم ساعت پشت خط با یارو باشیم یه تخفیف، 1 میلیون تخفیف بده، من یه ذره همستر میخوام. 1 میلیون. بدبخت ها انگوش نکنید بابا. چرا باید پول بده بهتون؟ 80% ایرانیا داخلشن. بخواد مثلا به نصف ایران بده همستر بشه 5 میلیون. نفری $1 بخواد بده به هر نفری $1. فکر میکنید چقدر میشه؟ میشه 50 میلیون دلار. فقط ایران ها به خاطر به کل دنیا بده. کل سهام تون مگه انقدر ارزش داره؟ نوتکوین به خاطر این اومد که تلگرام رو چیز کنه، چی اسمش، یعنی کاری کنه که مردم بیشتر بیان داخل تلگرام. ولی این الان همستر رو اینا اومدن، نمیدونم با تلگرام قرارداد دارن یا نه. ولی چرا باید سهام تو نفری $1 به همه بده؟ حالا اون ناتکوین به خاطر بالاخره تلگرام رفتن با تون اینا کار داشتن و اینا و دارن چرت و پرت میگن. ولی اصل مطلب اینه چرا باید به همه مردم دنیا پول بده با انگوش کردن؟ منطقیه به نظر شما؟ یه لحظه فکر کن. من نمیدونم اینجا چیز بدم. ناتکوین هم خیلی هم میگفتن نمیشه شد. من خودم شخصا ازش پول داره بودم. مثلا چرا دارم جدی حرف میزنم؟ نمیدونم آقا. کلیک من نمیکنم. من پیشنهادم نمیدم انجام بدید. ولی خیلی خوشبال ناتکوین شده کسی که میذارن ناتکوین.
من خودم الان فکر کنم 500 میلیون نات کوین دارم، نمیدونم فکر کنم 500 میلیون دارم. بلد نیستم چیکارش کنم، یعنی چه جوری تبدیلش کنم به تومان. اگر راهی چیزی دارید توی کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. و مثل همیشه البته این جدید حساب که اضافه کردم، امیدوارم که خوشتون بیاد. شب بخیر. نه قطع نکن. شب بخیر.